هفت مه لسر راواندنا سرکرده کرد و اندامی کمیته ناوندیا پارتی دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو درباز دبه و تانها چارنویساوی ندیاره. لگوری مالباتا آپو دبیجه روژا 12 یا هیوا هفتان سال 2017 گروپک چکدارین پیادی دفن خماندی و سروچاف گرتی بسر مالا وان لطاقه اشرفیه لباجار عفرین ده گرتو سرکرده کرد عبدالرحمن آپو رواند. پشتی دمک مالباتا ویزانی بو که آپو دزندان رشیا پیادی لعفرین ده. اندامی کمیته ناوندیا پارتی دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو جارا چارمین جعالی پیاده و تیر رواندن و هر جارا کو تیر رواندن راستی دادگاه نهشتنا تیروری یا پیاده تی. او دادگاه رینادا مالباتا آپو کو پارێزەرێکی جویره بگره و آپو بکریارن تروری تومتبار دکه. لگوری یاساناس و مافناز دبیجن. رینادانا پیاده مالباتا آپو جبو راسپاردن پارێزەرێکی جبوی دا کو بروانی لدادگاه برویده بکه دکوه چارچوه بنپیکرنا بلگین ناف دولتی یا دربار مافی مروانده. او یک بخوشی لدجی دستورا پیاده تی یا کو لروجاوای کردستانی بریوه دبه. او یک جی تشتک پرمترسی داره و پیاده لدجی سیاسمدار و کساتین پارتی آلین سیاسی لروجاوای کردستانی دکه. او نجاره یکی از سرکرده پارتی دموکراتا کردستان سوریه لعفرینه عبدالرحمن آپو راستی رواندن و بنپیکرن و کریارن گروپین چکدار رونخوماندی ین پیاده تی. روژا 4 هیوا سیان ده سال 2017 ده دیسا آپو هاتبو رواندن و مهکی د زندانا پیاده دا مابو. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه تومت کو پیاده راستی آپو دکه چه بناما جیرانینه و تن آرمان جوان او کو آپو حوالن وی دوج کارو چالاکین سیاسی برده و جیانا سیاسی لباجارو باجارو که روجاوای کردستان نمینه. هر وسا پارتی دبیجه پیاده به سیاست خو یا تک عالی به وی اوی خدمتا کرد و کردستان ناکه و کارو کریارن وی دکوه برجوندیا دجمنانده. هر وها پشتی کو ایریش لعفرینه ده 20 ماه یکی دست پیکر گلک دست پیشخری و بانگ جبو یک ریزیا ناومالا کردی هاتن کرن. لی فوزا یوسف هفسروکا انجمن جیبجیکاریا فدرالیا باکوری سوریه سر داخوازا انکسی جبو سربزبردانا گرتین انکسی بری هر دست پیشخری یکی گوتبو اوی همو گرتیان سربزبردن جبلی عبدالرحمن آپو.